خب در ادامه لگاریتم صفحه 113 سوال 5 رو به این شکل داریم. لوگ x منهای 1 در مبنای 3 برابر است با 4. ببینید اینجا ما تصاویر رو براش به این شکل می نویسیم. x منهای 1 برابر است با 3 به توان 4 که 3 به توان 4 میشه 81. پس x برابر است با 81 به علاوه 1 میشه 82. سوال بعدی، در اینجا ما دو تا لگاریتم داریم که بینشون علامت منها وجود داره. در این صورت با توجه به ویژگی هایی که برای لگاریتم گفته بودیم شما میدونید که این تبدیل میشه به لوگ تقسیم، یعنی به این شکل 2x تقسیم بر x منهای 3 در مبنای 10 برابر با 1. حالا تصاویر رو براش می نویسم. 2x بر روی x منهای 3 برابر است با 10 به توان 1 که باز هم 10 میشه. خب در این تصاویر ما یه طرفین وسطین رو انجام میدیم به این شکل. مخرج 1 میدم. 2x برابر است با 10x منهای 30. خب این معادله درجه اول رو به این شکل حل میکنیم. 2x منهای 10x میشه منفی 8x مساوی با منفی 30 که در اینجا x برابر میشه با 38 یا 15/4. خب در سوال 7 دقت کنید بچه‌ها، اینجا ما یه تساوی داریم ولی در کنار لوگ عدد 2 رو داریم. برای اینکه بتونیم از اون قانون تساوی استفاده کنیم بهتره که این 2 رو در جایگاه خودش قرار بدیم. 2 رو به این شکل قرار میدیم، یعنی در توان x منهای 1 و بازنویسی میکنیم. حالا تساوی رو براش مینویسیم. x منهای 1 به توان 2 برابر است با 4 به توان 3 که 4 به توان 3 میشه 64. خب x منهای 1 به توان 2 رو با کمک اتحاد مربع دو جمله به تمام میرسونیم. x2 منهای 2x به علاوه 1 برابر است با 64. خب حالا استاندارد میکنیم. x2 منهای 2x منهای 63 مساوی با 0. در اینجا دقت کنید میتونیم با اتحاد جمله مشترک خیلی راحت در واقع جواب این معادله رو به دست بیاریم. x رو مینویسیم. کدام دو عدد ضربشون منفی 63 و جمعشون منفی 2 میشه. خیلی راحت هست میذاریم که عدد 9 و 7 هستن. خب علامتش هم به این شکل میذاریم. حالا دو تا پرانتز داریم که حاصل ضربشون برابر با 0 شده. در نتیجه یه بار پرانتز اول مساوی 0 که این جواب 9 به دست میاد و یه بارم پرانتز دوم مساوی 0 که جواب منفی 7 به دست میاد که جواب قابل قبولمون x مساوی 9 هست چون اعداد منفی لگاریتم ندارن.